لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هرگز شما نمیرسین به نیکی و ثواب حاصل نمیکنین حتی تنفقوا تا این که شما انفاق کنین مصرف کنین مالتانا مما از اون مال تحبون که دوست دارین محبوب ترین مال تا مصرف نکنی ثواب نمیگیری و ما تنفقوا من شیء آنچه که مصرف میکنین از یک چیز فإن الله به علیم الله به او عالم است ثواب و جزای شما را میته. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تماما غذا گوشتای حلال بود برای بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام الا ما حرم اسرائیل و مگر آنچه که حرام کرده بود یعقوب علیه السلام علی نفسی به نفس خود بند کرده بود من قبل ان تنزل التوراة پیش از که تورات نازل شود قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین قل بگوی پیامبر بیارین تورات بخوانین بیان کنین اگر شما راست میگین اگر میگین که چیز در تورات حرام است بیارین. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك هر کس افترا دروغ بسته کرد با الله دروغ را من بعد ذلك بعد از اینکه الله اون گپ نگفته فاولئک هم الظالمون اینا ظالما هستند. قل صدق الله بگو راست گفتگی الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تابع شوین دین ابراهیم را که به حق استوار است و ما کان من المشرکین نبود از جمله مشرکین. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین بدون شک اولین خانه که جور شده برای عبادت و اطاعت للناس برای همه انسان ها للذی اونو خانه ببکة که در مکه است مبارکند و برکات است و هدى هدایت است للعالمین تمام انسان ها را هدایت میکند. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في درینمی بیت الله آیات نشانه و علامات بینات واضح و روشن نشانه دین الله. مقام ابراهیم که از جمله مقام ابراهیم است و من دخله کان آمنا هر کسی داخل شده بیت الله به امن می شود. ولله علی الناس حج البیت خاص برای الله علی الناس به بالای مردم واجب است فرض است حج البیت قصد کردن بیت الله برای عبادت من استطاع الیه سبیلا کسایی که توانایی دارن الی به طرف بیت الله سبیلا برای رفتن. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین هر که انکار کرد از حج کردن و رفتن به بیت الله فإن الله بدون شک الله غنی بی نیاز است و بی حاجت است عن العالمین از مخلوقاتش الله یار جزا میده. مناسبت از آیات با آیات قبلی در آیات قبلی حال کفار مشرکین یهود نصارا را بیان کرد و آنچه که در آخرت جزای به اینا تعیین شده خباثات 15 خباثاتشان را بیان کرد که مسلمانان را کافر میکنن حق پنهان میکنن گربری میکنن حق با باطل خلط میکنن. بیان کرد کافر اگر اراده کند کل زمین طلا بده برش نفع نمیرساند. حالا آنچه که به مؤمنین نفع میرساند او را بیان میکند که چی است که در جنت داخل میکند او است که محبوب ترین چیزهای خود در راه دین الله مصرف کند. مال است، سرمایه است، صحت است، علم است، هر نعمتی که الله برش داده محبوب ترین و در او اخلاص باشد. بعد از او باز شبهات سوالات یهود نصارا را جواب میده. بر نیکی را میگه که در راه درست مصرف شود حل حلال میگه. اسرائیل یعقوب علیه السلام بکه مکه را میگه یکی از نامهایش بکه است زیرا گردنهای ظالما را میزنه. بک به معنای بریدن میگه. مبارک برکات گفته میشه. سبب نزولش است که شاس ابن قیس یهودی بعض مفسرین بیان کرده تیر شد به یک جماعت از انصار مؤمنین صحابه اوس و خزرج بود. در یک مجلس کونا گپ میزدن فغاز و ما را من الفتح این بسیار قهر شد محبت مؤمنین دید که در بینشان 6 تا و گپ میزنن و دشمنیایشان از بین رفتن. باز گفت چی شده که اینا آرام است مؤمنین آرام هستند جنگ نمیکنن. باز یک جوان یهودی را امر کرد گفت برو در بینشان بشی همین جنگای سابقه را یاد کن جنگایی که در بینشان شدگی.
اونا اوس و خزرج سابق بسیار جنگ کرده بودن، 100 سال 80 سال جنگ کرده بودن. بعد رفت این مشیرای جنگ بیان کرد. یک دفعه اوس و خزرج بعد بینشان تنازع افتید، الله این آیات را روان کرد و دیگه شبهاتشان این بود که بیت المقدس بهتر است از بیت الله کرده، به خاطر که او اول است، او اول قبله است، بعداً شدگی است. الله این رد میکند. یک شبه دیگه شان این بود که اینا گوشت شتر از سر خود حرام کرده بودن که شیرش میگفتن این را یعقوب علیه السلام حرام کرده بود. الله میگه یعقوب علیه السلام خب پیش از تورات تیر شده، شما خب به تورات مکلف هستید، در تورات گپ هست اگه از بیارید، شما خب به دین سابقه مکلف نیستید. در تورات گفته نشده که شتر حرام است. اگر در تورات گفته شده فأتوا بالتوراة فتلوها، بیارین تورات بیان کنید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اینجا برای مؤمنین بعضی صحابه مصرف میکرد ولی مالای متو اضافه گیره، مالی که محبوب میبود تو را مصرف نمیکرد. الله یه آیت روان کرد که بهترین مال که مصرف نکنین ثواب جنت حاصل کرده نمیده. بعد از نزول اینمی آیت با طلحه یک باغ بسیار زیبا داشت، گفت یا رسول الله مال ما دیدم بهترین همیشه می را وقف کردیم در راه الله. عمر رضی الله عنه در خیبر بر زمین رسیده بود که فی را وقف کردیم در راه الله. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت به به، یعنی الله بر اجر زیاد بده. با صحابه بعد از این آیت محبوب ترین مال خدا مصرف میکرد. اینجا هر نعمتی که شامل میشه مفسرین میگه مما تحبون، مال است، عمر است، علم است، چیزی که بهترین هاست در راه دین الله مصرف کن. بازو بسیار درجه داره پیش الله، قبول میشه. مالای ردی و مثل که یکم تا همو برنج و گوشتش که من خودش نمیخوره همو روان میکنه، نه؟ یا خراب شد روانش میکنه، یا میفهمه که این نانا کونه شده و با درد نمیخوره، این لباس تو تا پرچه شده و نه، هم چیزا را اسلام میره رد میکنه. مؤمنین باید بهترین ها را مصرف کنه. لن تنالوا البر، هرگز شما نمیرسین. نال ینالو نیل حصول میگه، هرگز حاصل کرده نمیتونین به نیکی و جنت حاصل کرده نمیتونین. بر نیکی را میگه که انسان را به جنت میرسانه. حتی تنفقوا، تا اینکه مصرف کنین، مما تحبون، از امو مالی که بهترین است. بهترین مال چی است؟ یکی که بهترین باشه خودم مال، دوم انسان صحتمند باشه، سوم در زندگیش باشه. بعد از مرگ خواهر که میگه مصرف کنی یا در مرض موت میگه که را مصرف نیست، صحتمند باشه، حتی بخیل باشه، محبوب ترین مالش باشه. و ما تنفقوا من شیء، آنچه که مصرف میکنین از یک چیز، فإن الله به علیم، الله به عالم است. حتمی الله میفهمه جزایش میده، ثواب از او چند میده الله متعال. مثلا ما شما عبادت میکنیم، باید جوانی خود در علم در عبادت بندگی الله مصرف کنیم، نه پیر که شدی خب فیصله است. اگر در راه علم یک اولاد خدا میمانیم، اما اولادی که جور باشه، تگره باشه، ذهنش خوب باشه و باید هم سرمایه دارای ما این کار کنه. این تو نه که هم اولادی که لنگ است و کور است و از کار افتیده است و نمونه میگه برو علم بخوان، از تو دیگه کار نمیشه. هم بهترین باشه علم، بهترین علم باید قرآن و سنت است، ایره در اختیار مردم بانه. اینال الله میگه آنچه که مصرف میکنین از یک چیز در راه دین الله، الله عالم است براتان میرسانه. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اینجا رد است به بالای عقیده یهودیا که میگفتن گوشت شتر حرام است به ما، به خاطر که یعقوب علیه السلام این سر خود حرام کرده بود. الله میگه یعقوب او را که حرام کرده بود او پیش از تورات بود، شما به تورات مکلف هستین. او دین سابقه شرایع من قبلنا با بالای ما دلیل نیست مگر که تاییدش در کتاب جدید بیاد. مثلا ما شما از شریعت موسی علیه السلام بسیار چیزا هست، اگر اسلام تاییدش کرده بود قبولش داریم، نکرده بود نه. اگر نه تایید بود نه تاییدش میکنیم نه ردش میکنیم. کل طعام ها حلال بود از برای بنی اسرائیل اولاد یعقوب. طعام اینجا به معنای مطعوم است، یعنی گوشت است، غذا است. اینجا طعام گندم شامل نمیشه، گوشت ها را شامل میشه. یعنی چه معنا؟ گوشت گاو، گوسفند، بز، شتر کلش حلال بود از برای بنی اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل، این اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام، مگر آنچه که حرام کرده بود تو را یعقوب علیه السلام
علی نفسی به نفس خود. کو چی بود؟ گوشت شتر بود و شیرش بود. او خود شیر حرام کرده بود، بند کرده بود. علتش می بود که نظر کرده بود که یا الله اگر اینی کار ما شود ما از گوشت شتر استفاده نمی کنم. بعضی هایی را میگه، بعضی ها میگه که گفته بود یک مرض برش پیدا شده بود. امام ضحاک میگه تابعی است، میگه مرض عرق النساء یک درد پیدا شده بود و دکترها گفته بودن که از این گوشت استفاده نکن. طبیبا بازی بند کرده بود، پرهیز کرده بود که من از این نمیخورم. اینا لیتو نیست که کسی یک چیز پرهیز کرد بگویم والا می حرام است به خاطر که مولوی صاحب چرا نخورد. نه یکم تا میگه مولوی صاحب ماست نمیخوره، شاید در ماست کدام گپ باشه. نه مولوی صاحب گوشت گوسفند نمیخوره، شاید کدام گپ باشه. پیر صاحب گوشت گاو نمیخوره، شاید کدام گپ باشه. نه او که است از خاطر مریضیش تکلیفش و گپش جداست. یکی است که حلال و حرام است و اگر کسی هم نمیخوره، اگر فهمید که مریدایش تو یک فکر کردن باید بگوید که من مریض هستم، میتو شما استفاده این حلال است استفاده کنید. یکم دفعه یکم پیرا است خودش عروسی نمیکنه، مریدا کلش میگه ما نمیکنیم مارس. اگر این جایز خوب می بود چرا پیر صاحب نمیکنه؟ حالا پیر صاحب چی میکنی؟ پیر صاحب عیاشی میکنه یا خرابی میکنه؟ نه عروسی نمیکنه. تو کار تا عروسی تا بکن. اگر پیرای حق باشه یا پیر صاحب یک استنباط کرده میگه عبادت میکنم میکنم، نه پیرای صحیح هم است. ای تو نمیشه که ممنوع باشه یا ناجایز باشه. بسیاری پیرا داریم، بعضی خفه نشن نگام تا پیرا و مریدا میواله ما را میشه رد کرده رئیس. یکم پیرا داریم هم چیزای خوب سر خود حرام کرده و بیخی میگه نفس ضعیف کو تا که روح قوی شود. این گوشت نمیخوره، چیزای قوی را نمیخوره. خود همی تو رنگش زرد ای تو کم هستن، ای تو پیرا ولی هستن. در اینجا شاید در افغانستان هم باشه، هستن اینجا. اگه اینجا نباشه دیگه جای هست. در هندوستان اینجا بسیار زیاد است. و بعضی پیرا داریم که یکم چیز حرام استفاده میکنه. پیر است مرید داره، مثلا چرس میزنه. در یک سایه پاکستان است که پاکستان است، یک منطقه کلش چرسی است و پیر است و مرید است. که میری برای از او دقندارم شاید باشه، میگه این بوته فقیری است و بوته اولیاء الله است. نه چرس میگه اونجا که میری چرس پر میکنه. دمو چی؟ دمو یک چوبک دارن چلم میکنه، دو پر میکنه، بازو خوب کش کرد زد، باز برازی یک دعا میکنه. اون که دعا میخواه اول چرس میزنه باز دعا میکنه کی دیگه هم با تکلیف مصیبت بفته. اینا لیتو نمیشه که پیر دیدیم چرس زد بگویم ولی چرس جایز است. اونجا دیده میشه که چی است. الا ما حرم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و عسل سر خود بند کرد. نه خانمایش یک دسیسه توطیه جور کردن، پیش خانمش رفت و با عسل برش داد. یا زور داد که ولی این عسل داد میلان قلبی به او نکند، به او خانمش زینب بود. دو دانه گپ جور کردن که میگم دهنت بوی میته. آمد گفت دهنت بوی میته پیش دیگه خانمش. گفت ما خو عسل خوردیم، شاید دونمو کدام گل زنبور آورده، گل از بوی میته دمو افتیده اونم بوی ازوست. بعد رسول الله هم جگرخون شد، گفت این خانمای ما با تکلیف شد از دهن ما. بسیار مسواک هم میزد، گفت عسل سر ما حرام بند باشه دیگه. الله با سایت روان کرد، اینا لو عسل بند کرده به این خاطر که دهنم بوی میته. این تو نمیشه که صحابه بگه که رسول الله هم عسل نخورد ما هم نمیخوریم. یا پیاز است مثلا، یک مثال دیگه. نه پیاز است و سیر است. رسول الله میگه دهن بوی بده در نماز حاضر نشه کسی پیاز و سیر خورد، حرام نیست. اما کسی پیاز استفاده میکنه دهن خود پاک کنه در مسجد حاضر شون گپی نیست. پیاز خام استفاده نمیکنه. باز الله آیات روان کرد سوره تحریم که یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك. ای نبی چرا حرام کردی آن چیزی را که الله حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، طلب میکنی رضامندی خانم هایتا، به خاطر خانماش عسل حرام کردی. این کار نکن، ملامتش کرد. و رسول الله هم پس گفت که برو دیگه گپ غلط بوده، پس عسل استفاده کرد. الا ما حرم اسرائیل، مگر آنچه که حرام کرده یعقوب علیه السلام حرام کرده بود، علی نفسی به نفس خود. گوشت چی بود؟ شتر بود به همراه شیرش
بازپسان که است دیگه چیزا با بالای یهود حرام شد، مثل چربوی حیوانات. این یک عذاب بود. من قبل ان تنزل توراه، پیش از اینکه تورات نازل شود. یعنی اول که است حلال بود، پیش نزول تورات یعقوب علیه السلام این کار کرده. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، بگوی پیامبر از برای اینا بیارین تورات بخوانین اگر شما راست میگین. اگر شما میگین که حرام شده در تورات، خب بیارین در تورات. و که حرام شده و به سبب ظلم شما بود. قسمی که الله در قرآن میگه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم کل ذی ظفر، چیزایی که صاحب ناخون بود ما به سبب ظلمشان حرام کرده بودیم. این انتقاد از یایی بود که اینا میگفتن تو میگی من در دین ابراهیمی هستم، نواسه ابراهیم یعقوب است، شتر گوشتش نمیخورد که شیرش، تو خود شتر حلال کردی، این چه قسم دین ابراهیمی است؟ الله میگه این گپ جداست. اینا یعقوب علیه السلام به خاطر مریضی و گپای خود کرده بود، این کارا در دین حرام نبوده ای و در اسلام هم حرام نیست، با بالای هم حرام نبود و بند کرده بود به خاطر مریضی خود. فمن افترى علی الله، قل صدق الله، فمن افترى علی الله الکذب، هر کسی که جور بکند به الله دروغ بعد از اینکه دلیل آمد، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالما هستند. یعنی از پیش خود یک چیز حرام کرد، ظالم است، خطرناک. قل صدق الله، بگوی پیامبر راست گفته است الله، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، صدق الله، الله راست گفته در آنچه که وحی میکند به رسول الله. صدق الله. این قاری صاحبا که قرآن خواندن صدق الله العظیم میگه، نه؟ این سنت طریقه نیست. رسول الله میتونه بود که همیشه قرآن بخونه باید بگه صدق الله العظیم. نه، شما قرآن خواندین نیست صدق الله نگوید. حالی بیخی یک فرهنگ شده، نه؟ فکر میکنی که همین سنت است که خواندی با صدق الله العظیم. صدق الله، الله در صورت است که کسی منکر باشه. اینجا کلگی صحیح، ما ایمان داریم. حاجت به این است که صدق الله، الله راست گفته است. ولی یگام تایی تو که صدق الله نگویی میگه نه چرا نگفت، نه؟ این که فکر شما که سنت از یا فرض است، باز بسیار بدعت میشه. یک چیزی که سنت نباشه بدعت میشه. یک چیزی را که رسول الله هم نگفته، صحابه قرآن میخواندن نمیگفتن صدق الله العظیم. این را ما شما با صدق الله العلی العظیم، علی را هم که تیش یک چند میکنن. کسایی که با علی بسیار عقیده دارن با علی میگن، نه؟ اگر نه علی خود نام الله است، ولی یا با علی که خلیفه چهارم بود با ارتباطش میتن. کسی که افترا کند به الله دروغ را یا ظالما هستند. قل صدق الله، بگو الله راست گفته است آنچه که با پیامبر روان کرده. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، تابع شوین به دین ابراهیم حنیفا که به توحید استوار بود، از ادیان باطل مایل بود. یعنی یهودیت الابتین، تابع دین اسلام شوین که ملت ابراهیمی است. بین تابعداری دین اسلام رو بکنین. و من کان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکین. یعنی آنچه که یهود نصارا ابراهیم نسبت میتن این گپ نبود و نه از جمله مشرکین مکه بود. ان اول بیت وضع للناس، اولین مسجدی که وضع بنا شد جور شد در زمین به خاطر عبادت الله چی است؟ للذی ببکه، آن است که در مکه است. یعنی مسجد حرام است که در مکه است. مکه به معنای ازدحام میاد، به معنای قطع میاد. گردنهای ظالمان الله اونجا زدگی است. ظالما نتونستن که بیت الله را تسخیر کنن. دیگه ای که به معنای ازدحام میاد، مردم بیروبار میشه اونجا میباشد. مکه میگه کمی آب، میگه اونجا آب کم بود، به این خاطر را مکه میگه. اولین خانه چه معنا؟ چه قسم اول؟ بعد میگه اولیت مطلقه. اول که الله آسمانا را پیدا کرد که زمین که پیدا کرد مسجد جای عبادت تعیین کرد. پیش از پیدایش انسان به میلیون ها سال پیش جای تعیین کرده بود که این جای عبادت است در روی زمین. او مسجد الحرام بود، این بیت الله فعلا که است. ایراد میکنه با بالای یهود که شما میگن بیت المقدس اول است، الله میگه او پسان شده، او مسجد دوم است. و در حدیث هم میاد رسول الله هم میگه که اولین مسجد بیت الله است، دوم بیت المقدس، سوم مسجد نبوی که رسول الله یعنی برتری داره، بهترین مسجد ها، بهترین مسجدی که برای عبادت جور شده است. مسجد الحرام، حرام به معنای حرمت و عزت. کسی که یک رکعت نماز اونجا بخونه به 100,000 ثوابش است. او اولین مسجد است.
باز او را کی جور کرد؟ ملائکه. بعد ملائکه آدم علیه السلام، شیس علیه السلام همی تو میان، نوح علیه السلام بعد از طوفان و ابراهیم علیه السلام، قابله بنی جرهم باز در دوران رسول الله سلام، زبیر بعد از رسول الله سلام جورش کرد، باز حجاج ابن یوسف با پسان توصیه داده شده و خادم حرمین و اینا او را جور کردگی سن و تا امیال جور کرده را ایستن و توصیه میده. بعضی ها میگن نه اولیت مقیده است، یعنی اولین بیتی که جور شد ابراهیم علیه السلام کرد، ولی اون نظر او قدر ترجیح نمیده. اکثر میگه که اول که زمین انسان پیدا شده و بیت الله بوده، وضعی که بنا شد للناس، برای کل کسایی که عبادت میکنن. یعنی این زمین، این مسجد یک خاص مردم نیست، این برای کل مسلمان است، هر کسی که با عقیده داره و عبادت میکنه. اما حالی خادم الحرمین سعودیا که صورت شخصی برای خود جور کرده، اکثر کسا را نمیمانن و بدل خودی را میمانه و را نمیمانه و این مسلمان بیا و اینا بیا و گاهی وقت پیسیش زیاد میکنه، گاهی وقت کم میکنه. این را شخصی جور کردن اونا. این حکومت کل مسلمان ها یک حکومت شون و با کل مسلمان ها کسی حق نداره که از اونجا منع کنه. میال مردم نمیمانه، اجنبی گفته که برود تیاره و پاسپورت گپا، مسلمان نباید پاسپورت گپا باشه. حکومت او را باید زمینش وقف الله است، نه از اونجا چوب پیسه میگیری. مثل که ما از اونجا پیسه گرفتن، مثل است که کسی اینجا میام از پیش پیسه بگیره. صحیح نیست. از بودجه حکومتی مصرف کنه. او خود امیال وقف داره، چهار گردش دکان است و بلند منزلای از او قدر است، اگر امور مصرف کنه در خود از او با آبادیش میشه. مردم که می اولش کمک نمیکنی، آخرا خب پیسه نگی، اینا از او پیسه میگیرن. رای راجع هم همیست که کسایی اونجا زندگی میکنه پیسه گرفته نشه، اما حال میگیرن، این باشه این نباشه فیصله میکنه. امیال گفته کسایی که در عمره تا که 40 ساله نشده نبیایه، جوانا کلش از عبادت محرومه. 30 ساله نبیایه، 39 استم مره نمیمانه. زن هم میگه که مگری که یک سیاسر به امرایش باشه، بازورا مال وثیقه جور کرده. وثیقه اگه خانمت است نکاح و نامهش، اگه مادر است نه تذکره و یا وثیقه جور کن. این ظلم است. وثیقه که یک ماه میگردی که وثیقه جور شد، کی مادرم است، این خواهرم است، این عمیم است، این خالیم است، در غیر از اون نمیمانه. این بسیار یک ظلم کلان است که یا میکنه. وضع للناس، وضع شده بنا شده برای انسان ها. و چی است؟ للذی ببکت مبارکن، در این برکات است، بسیار برکات خیر زیاد است. کسی که حج میکنه عمره میکند دیگه چی است؟ هدن مصدر هدایت است، نور است بر زمین، زیرا قبله شان است، از هر طرف که هستی روی تا باید به طرف قبله دور بتی. برای کل جهان هدایت است. برکات یک رکات نماز، عبادت، صدقات و دیگه برکات معنوی داره، برکات مادی هم داره. یک چیزای روی زمین، نعمتای روی زمین در اونجا است. فیه آیات بینات، فیه در اینمی کعبه بیت الله علامات، آیات نشانهای واضح است، بینات واضح که دلالت به شرفش میکند. چی است؟ مثلا حجر الاسود، صفا و مروه است. دیگه فیه تنها خود مسجد نه، اطراف از او مناس، مزدلفه است، عرفات است، مقام ابراهیم، از او جمله نشانه مقام ابراهیم علیه السلام. ملتزم است، مقام خود ملتزم اونجا دعا بسیار قبول میشه. مقام ابراهیم علیه السلام که بیت الله را جور میکرد، نقشه پایش دو مانده بود. فعلا همین نقشه که علما میگن این فعلی نیست، او بوده تا یک وقت گم شده، حالا یک جای برش جور کرده. و دیگه زمزم است، حتیم است، صفا و مروه است، حجر الاسود است و هر کدامی از اینا نشانه و معجزه است، قبله مسلمان است. در مقام ابراهیم هر طوافی که میکنی نماز خواندن سنت است که اونجا نماز بخوانی. و من دخله و کان آمن، هر کسی که داخل شد به امن میشود. این دیگه نشانه. امن چی؟ یعنی هر کسی که بر عبادت آمد از آتش جهنم به امن است. یک معنای دیگر را علما مجتهدین کردن که داخل میشه، گناه جرم کرده در بیرون حرم، در اینجا که داخل شد به امن است، کسی کشتهش نمیتونه، مگر که یک کار شوه که از اینجا برای که برآمد باز گرفتار میشه. در داخل مسجد حق نداره کسی را بکشه، انتقام بگیره، قاتل مثلا اونجا خون ریختاندن در داخل مسجد حرام است. ولی افغانا را دیدیم که همونجا هم خون ریختانده. خب
دمی داخل طواف جنگ کرده که مش زده خونه باد کرده. سر یک گپ ایسو بیا تو ایسو برو ایسو بیا. افغان هموجا من دیدم که خون ریختان. باز ما طواف میکردیم، حج فرضی بود، خون ریختان جنگ کرد، خون باد شد، خواست کرا آمد و سهر چیز کردن نمانده. هر کی پرسان میکرد که کدام منطقه است، باز میگفتن افغانستان. چشمای خدا بالا میکرد. یعنی کی بود میگفت را زد خونش باد کرد؟ یعنی صرف مملکتش پرسان میکردن، میگفت افغانستان. ایران میگم استغفرالله. اما تو ذکر خدا کده روان بود. خوی جنگی ها را کشیدن بردن، ولی اون موشه خو چون از پیش ما کشش کرده بود تو یک مش زده بودش، بینیش میده کرده. توبه. حاجی را که دو سه ماه تربیهش ندادی نباید روانش کنی. یه افغانستان هر کس جنگی بدماش دوست آدم ایلایی نه شرابی شکرش روان میکنه، برو که گناهت بخشیده شد. و این امن که است، ابراهیم علیه السلام دعا کرده بود رب اجعل هذا بلدا آمنا، ای رب این شهر یک بلد امن بگردان که دوز دیگه پا نباشه. حالا امنیت مو از بین رفت، این قد دوز است. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از برای الله به بالای مردم یعنی فرض است، لله خاص است برای الله. علا دلالت به وجوب فرضیت میکنه. علی الناس به بالای انسان ها واجب است حج البیت قصد کردن بیت الله. کدام مردم؟ من استطاع، این بدل است، کسایی که توانایی دارن الیه به بیت الله سبیلا برفتن. رفتنش پول و پیسه سرمایه، کسی سرمایه دارد میتونه که برد دیگه، راه امن باشد، امنیت باشد. اینی حال مثلا یک آدم میخواد که عمره بره، اون بند کرده دیگه، نه جوان هستی نرو. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، هر کسی که کافر شد انکار کرد از فرض بودن بیت الله یا از عظمتش، ای الله غنی است، به حاجت است از مخلوقاتش. کفر را من ترک الحج، حج ترک کرد، الله مستغنی است، ولی تعبیر با کفر میکنه تغلیظاً. الله سخت میگه. عبدالله ابن عباس میگه من جحد فریضه الحج، کسی از فریضه حج انکار کرد فقط کافر شده و الله غنی است ازی. این را ابن کثیر بیان کرده. ثم اینال چون که اگر که در یک حدیث میاد بعضی میگه حسن است، رسول الله میگه کسی که حج به بالایش فرض شد و این حج نکرد، من استطاع توانایی پیدا کرد حج نکرد، میگه اگر میمره فمن مات ان کان یهودیان و نصرانی، یا یهودی میمره یا نصرانی، حج فرض شد و نره. بسیار خطرناک است. باید حج که سر فرض شد، سرمایه دار شدی، برو، بازی برات خطر است. میگه پیسه حج تا اونجا دادن، حج دمی افغانستان است، نه به می فقیرها و به می مسکینا پیسه را بده. حج از این میگه نشده، اینجا فقیر است رفت در اونجا، نه حج میجا است. این بیخی یک عقیده باطلی است، این خود جاهل است. اگر نه این عقیده انسان از ایمان بیرون میکنه. در غزنی یک زیارت میبود، همیجا مردم می هر دو شرکیات. سعی کنین الله بر فقیر مسکین یک رکن مستقل اسلام، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، زکات بده، زکات بر فقیره و دیگه صدقات است. حج جداست، حج که فرض شد هیچ چیز دیگه نکنی، باید که بروی. و حتی رسول الله میگه اگه میمره یا یهودی میمره یا نصرانی، حج که فرض شد اونجا برو. این کسایی که میگن دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتره، این کدام شاعر جاهل بیدین بوده. دل به دست آور که حج اکبر است. اگر هدفش همی باشه که حج نرو پیسه تبته به فقیرات، دل از یار خوش کو، این خو ازی که جاهل بیدین نیست. اگر نه که این باشه که یعنی حج هم مرو صدقات هم بکو، باز گپش جدا. ولی اکثر کسایی را دمی میشه میخوانه. یک آجی که میگه حج میره میگه دل به دست آور که حج اکبر است، نه از هزاران کعبه یک دل بهتر است. توبه. این در کجاست هزاران؟ دل گذرگاه جلیل اکبر است. دل میگه گذرگاه کیست؟ جلیل اکبر. کعبه بنیاد خلیل آذر است. کعبه را ابراهیم جور کرده، دل که الله است.
این با او ارتباط داره و با انسان ارتباط داره. این گپا این هم شرکیات. الله میگه که و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، الله ما نشان دادیم به ابراهیم مکان بیت الله را. این حکم الله بود که اینجا جور شد. این تو نیست که او از ابراهیم است و از الله است. از پیش خود شاعران تو شاعرای گمراهی تو گپا را میگن. باز یک مولوی گفت در این مسجد رفته بودم، یک مولوی بود حالی آدم خوب آمده، گفت قصه ابراهیم در نماز دید کرد، گفت خلیل میگه ببر، جلیل میگه نبر. خلیل میگه ببر، جلیل میگه نبر. گفت کارت میگفت که خلیل میگه ببر. خلیل ما گفت حیران بودم خلیل کیست جلیل کیست؟ این خواهی دلگذرگاه جلیل اکبر است که به بنیاد خلیل آذر است. همی بوده. گفت خلیل میگه ببر یعنی گردن اسماعیل، جلیل میگه نبر، کدامشا بکنم؟ ما گفتم این چه قصه هایی را میکنن. بعد مولای صاحبا شعرم میخوانن، خودشان ازش محروم است، پیسه ندارن و کسی هم پیسه نمیتیش که حج بره. باز هم حاجی صاحبا را میگه نرو بیار او را به ما بده که دل به دست آورد، نی دل مرا به دست بیار پیسه تا به ما بده. این را برای خود جور کردن و شعر میخوانن. قل یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. در اینجا الله دیگه خباثات یهود رد میکند که آیات الله را انکار میکنین در حالی که میفهمین که اینمی حق است و الله حاضر است اعمالی که شما میکنین. بگوی اهل کتاب چرا انکار میکنین آیات الله را؟ آیات الله قرآن است که نازل شده با محمد صلی الله علیه و سلم. چرا این انکار میکنین؟ والله شهید علی ما تعلمون. الله خبردار است با اعمالی که انجام میتین. قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله. بگوی اهل کتاب چرا منع میکنین مردم دین الله؟ من آمنه کسایی که من آورده تبغون عوجا طلب میکنین دین الله را کج شبهات میپرتین و انتم شهدا در حالی که شما گواه و عالم هستین و ما الله بغافل عما تعملون. نیست الله به خبر از اعمالی که انجام میتین. ای اهل کتاب لما تصدون چرا منع میکنین مردم دین حق و از من آمنه عن سبیل الله الدین الله. من آمنه کسایی که ایمان آوردن تبغون عوجا طلب میکنین کجیر و شک و شبه را. گاهی میگن که دین اسلام نیستی و وحشت هستی تو امیالی که مثل چقدر شبهات هم میپرتن دمو وقتا هم مینداختن. و انتم شهدا در حالی که شما عالم هستین میفهمین اسلام حق است، دین اسلام حق است، قرآن حق است، یعنی دیده و دانسته. و ما الله بغافل عما تعملون. نیست الله به خبر از اعمالی که انجام میتین. الله جزای شما را میته. یا ایها الذین آمنو در اینجا دیگه احکام بیان میشه که تابعداری یهود نکنین، اتحاد بکنین، مرگتان باید به ایمان باشه، به کتاب الله چنگ دین، از پیش خود فرقه نشین، دعوت بتین به خیر، شما بهترین امت هستین. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ای کسایی که ایمان آوردن ان تطیعوا فریقا من الذين اوتوا الكتاب اگر اطاعت کنین یک جماعت کسایی را که به اونا کتاب داده شده یهود نصارا را، اگر گپای از اونا را قبول کنین یردوکم بعد ایمانکم کافرین میگردانن شما را بعد از ایمانتان کافرین کافر میشین. و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله چگونه کفر میکنین شما در حالی که بیان میشود علیکم به بالای شما آیات الله آیات الله و فیکم رسوله و در بینتان رسول الله است. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کسی چنگ بزند به دین الله بدون شک هدایت شد برای مستقیم. در آیت قبلی از صورت دشمنای اسلام یهود نصارا بود. وقتی که پیامبر صلی بر وحی می آمد در مدینه اونا زندگی میکردن، سرسخت‌ترین دشمنا بودن. یک مؤمن بیداری است که الله دشمنای مسلمانا را خباثاتشان، اعمال بدشان، توطئه و دسیسهشان علیه اسلام آشکارا کرد. چی کارا میکنن، چقدر خطرناک هستند. مؤمنای بیدار، مسلمانای بیدار هستند که دشمن بشناسن، توطئهشان بشناسن، رازا و گمراه کردن بشناسن که یه چه قسم کار میکنن. حال الله میگه که وشدار
وقتی که اینا دیدین که بسیار دشمن سرسخت شما است، با وجود قرآن میشناسن، پیامبر میشناسن، قبول ندارن و کوشش میکنن که شما را ضعیف کنن، پس از اینا اطاعت نکنین، گپای اینا را قبول نکنین، سخنای از اینا را، قوانینشان قبول نکنین. اگر کردین باز کافر میشین. در حالی که الله میگه موانع برای کفر وجود داره. ممانعت از برای کفر چی است؟ کتاب الله، آیات الله وجود داره، سنت رسول الله صلی الله علیه و است، یعنی پیامبر در وقت بود تعالی سنتش. یا کسی که همیشه آیات الله را بشنوه، سنت رسول الله صلی الله علیه و به این عمل کرده، برای هیچ وقت گمراه نمیشه. بسیاری آیات، یک آیت زیبا است که چه قسم میانی شما کافر میشین. مانع کفر چی است؟ قرآن است. قرآن نمیمانه کافر شد. به شرط قرآن بخوانی، همیشه خوانده بری، و دیگه سنت رسول الله صلی الله علیه و حدیث پیامبر صلی الله علیه و موانع کفر است. به این دو چیز کسی چنگ بزنه هیچ وقت کافر نمیشه. اگر این دو تا را مان، باز کافر میشه. دو منبع اسلام، دو مصدر اسلام، قرآن و سنت صحیحه. یا ایها الذین آمنوا، خبردار کسایی که ایمان آوردین، ایمان شمایی تقاضا را میکند که اطاعت اهل کتاب نکنین. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اطاعت کنین از یک جماعت کسایی که به اونا کتاب داده شده، کیستن؟ یهود نصارا. گپ از یار اگر قبول کردین، اطاعت در سخن میشه، سخن از اینا، قانون از اینا، گپای از اینا، دستورا و نظریاتشان اگر گرفتین، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یردوکم یسیروکم، میگردانن شما را اینها بعد از اینکه الله شما را هدایت کرده به ایمان، کافرین، بعد از ایمان شما را کافر میسازد. اینجا خطاب اول به صحابه است، اوس و خزرج. در یهود کوشش میکرد که اینا را در فتنه پرته. الله میگه هوشدار، گپ از اینا را اطاعت نکنید، گپای از اینا را نگیرید. و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله. در اینجا کیف الله استفهام است، انکار میکنه، استبعاد است. چگونه شما کفر میکنین؟ یعنی کیف بر استبعاد، دور است که شما کافر شوین و عقاید کفری از اونا در بین شما داخل شود، در حالی که وانتم تتلی علیکم آیات الله، آیات الله بیان می شود به بالای شما و نازل می شود. وحی قطع نشدگی است، وحی جریان داره. و فیکم رسوله، و دیگه در بین شما رسول الله زنده است، حیات داره. یعنی موانع کفر است. آیات الله بیان شود، درس و تدریس قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، سنت رسول الله صلی الله علیه و فهمش و درس و تدریس باشه، هیچ وقت امکانش نیست کسی کافر شود. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، هر کسی که چنگ بزند، چنگ محکم با علم و عمل به دین الله، بالله به دین حقی که الله را واضح کردگیست، به زبان رسولش بیان کرده، فقد هدی، بدون شک به هدایت شد و ثابت شدگیست، الی صراط مستقیم، برای مستقیم. این برای مستقیم می رود تا اینکه مرگش می و جنت ها و نعمت هاست. ولی شرطش چنگ زدن است، اعتصام به دین الله و اعتصام به کتاب الله، چنگ زدن به سنت رسول الله صلی الله علیه و به این دو چیز چنگ بزنی هیچ گمراه نمیشی. این دیگه دلیل است. و می خاطر حدیث رسول الله صلی الله علیه و وقتی که در حجۃ الوداع چی گفت؟ ترکت فیکم، گفت ما ترک کردیم بعد از خود، ما ان تمسکتم به، آن چیزی را که شما چنگ دین، لن تضلوا، هرگز گمراه نمیشین، کتاب الله، کتاب الله. و در دیگر روایت میاد، این حدیث در بخاری است که ترکت فیکم امرین، دو چیز ما بعد از خود بر شما ماندیم، کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنت ما یا سنت رسولی. به این دو چیز کسی چنگ زیاد یاد بگیره، همیشه کار عمل کنه، واقعا الله حفاظت میکنه و این تجربه شدگیست. هیچ کافری را کافر کردن نمیتونه. اکثر کافر که مسلمانان را گمراه کردن همین جاهل است، همیایی که از قرآن دور هستند، از سنت رسول الله هم دور هستند، قرآن نمیخوانند، علم ندارن، نافهم هستند، دیگه چیزا را میفهمن، قرآن نمیفهمن. این میار استعمال میکنه، دکتر باشه، انجینر باشه، حقوقدان باشه، اقتصاددان باشه، ولی قرآن نفهمد، این می استعمال میشه، این میا گمراه میشن، این میا اطاعت میکنن از دیگران را. حتی اگر کنه انسان که چه قوش دارد از یهود و نصارا، در حال کتاب الله باش، سنت رسول الله چگونه شما کافر میشین؟
حالا در آیت بعدی الله حکم میکنه به ثبات به ایمان تا مرگ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسایی که ایمان آوردین خبردار ایمان شما تقاضا را میکنه اتقوا الله، بترسین از الله. بترسین چه معنا؟ یعنی قوانین دستور الله را فراموش نکنین، حکم الله را حق تقاتی به اون قسمی که سزاوار تقوا و پرهیزگاری و ترسیدن است. حق تقاتی ایره میگه که تقوای کامل که عمل کنین، عمل. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمرید مگر که شما مسلمان باشین. اتقوا الله، تقوا اصل وقایه را میگه، خدا حفاظت کنین از گناه ها، هر حکم الله را عملی کنین. حق تقوایش چیست؟ عبدالله ابن مسعود میگه ایطاع فلا یوصى، اطاعت الله شاید نافرمانیش نشد. تقوایی که کامل باشد همیشه اطاعت شد و نافرمانی نشد. این عبدالله ابن مسعود میگه و یذکر فلا ینسی، همیشه الله ذکر شد فراموش نشد، ترک نشد. و یشکر فلا یکفر، و این که سپاسگزاری نعمتهای الله شد ناسپاسیش نشد، کفران نعمت الله نشد. ابن کثیری را آورده است. پس حق تقاته یعنی کامل تقوا. این تو نه که این تقوایی که تو را تا بابا فهم اسلام تو را نمیکشانه. این قدر ایمان که اسلام یاد نمیگیری یه چیز ایمان نیست. و اسلامی که تو را با 5 وقت نماز جماعت نمیکشانه، اسلامی که تو را با دعوت اصلاح دیگران نمیکشانه، او چی ایمان است؟ و ایمانی که تو را اصلاح نساخت دیگران اصلاح نساخت، و ایمان سبب نجات نمیشه. ایمان تا نه، تقوای تا نه کامل کنین. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمرین مگر که مسلمان باشین. نمرین چی معنا؟ مرگ خب اختیار ما نیست. سوال پیدا میشه. الله میگه نمرین مگر که مسلمان باشین. چی معنا؟ معناش چیست که ثبات به اسلام تا مرگ، یعنی همیشه 24 ساعت هر ثانیه مهم است به اسلام ثابت باشه که مرگ آمد و انا با صحیح است. اگر نه که در یک لحظه یا در یک ساعت یا یک دقیقه اگر از اسلام منحرف شدی مرگت بیا باش چی میکنی؟ خطرناک. یعنی تا مرگ ثابت قدم باشی، تا مرگ چنگ بزنین به اسلام و عضو علیه بالنواجذ، بدندانها محکم بگیرین حتی یدرککم الموت، تا اینکه مرگ شما را گیر کنه. خب بدندانها محکم بگیرین، شما به می حالت باشین. پس بمرین به اسلام. مقصود چیست؟ اقامت، استقامت به اسلام است، استقامت به قرآن است. این تو نه که امیال زمستانی استین، نه زمستانی ما شما شروع کردیم، باز تابستان 9 ماه دیگه چی میکنیم؟ محکم باشین. خب همیشه فتنه زیاد است، همیشه درس بود، درس قرآن باشین، همیشه در بین انسانای نیک باشین. در بین جماعت خوب بودن از این فتنه انسان نگاه میکنه. این بخی تجربه شده.